شاهزاده بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار رادیو فردا قرار دادید. منم به سهم خودم. شاهزاده شما همیشه از خشونت پرهیزی حمایت کردید. خب با توجه به وقایع ماهای اخیر از آغاز اعتراضهای زن، زندگی، آزادی و سطحی از خشونت که ما از جمهوری اسلامی دیدیم، اساساً چطور میشه خشونت پرهیز بود؟ خب اعمال خشونت از طرف نظام هست. فلسفه مبارزه بدون از خشونت یعنی متقابلا شما خشونت رو وسیله مبارزه قرار نمیدید. دفاع از خود بحث دیگر است، ولی استفاده از یک عملکرد به اصطلاح کشت و کشتاری یا اون نوع مسائل درست مسئله است که اتفاقا بیشتر بهانه میده به نظام سرکوبگر که به نام حفظ امنیت حتی سرکوب بیشتری هم بکنه. خب این مرز خشونت و دفاع مشروع کجاست؟ خب موقعی است که شما از جون خودتون باید حفاظت بکنید. شما حق دارید به عنوان یک شهروند از جون خودتون حفاظت بکنید، ولی آیا حق دارید که به نام آزادی برید مرتکب قتل بشید؟ این فلسفه خشونت پرهیزی، یعنی شما وسیله عمل سیاسیتون رو بر مبنای کشت و کشتار قرار نمیدید، وگرنه چه فرقی دارید با طرف مقابل. خب شاهزاده، مجید رضا رهنورد از جوانانی که در ماهای اخیر اعدام شد و میدونید که در شبکه‌های اجتماعی پستایی هم داشت که به خانواده پهلوی بسیار ابراز ارادت و نزدیکی کرده بود. آنچه که درباره حکایت بازداشت او منتشر شد این بود که چند نفر از بسیجی‌ها در خیابون حالا فحاشی می‌کردن یا عربده کشی می‌کردن و او مجبور شد که در مقام دفاع از خود بر بیاد و اونها رو به قتل برسونه یا هر اونچه که اتفاق افتاد در اونجا. این در اون چارچوب میگنجه به نظر شما؟ خب اگه درگیری پیش بیاد که شما در راه دفاع از خود مجبورید یه شلیکی بکنید، اون یه حالت تعارضی نداره، در قالب دفاعی است و خب البته ممکنه بعضی وقتا باعث کشته شدن این ور یا اون ور بشه. مبنا رو مطابق بگذارید که ما برای رسیدن به هدف با شروع کنیم این و اون رو بکشیم، اونجاست که مرزش مشخص میشه. حالا من میپرسم برای کسانی که اساس نافرمانی خشونت پرهیز رو به دلایل خودشون نمیپذیرند، چه راه حل رو اونها پیشنهاد میدن؟ خب شما چی فکر میکنید؟ خب من که فکرمو گفتم. اگه باور نداشتم به خشونت پرهیزی که اصلا مطرحش نمی‌کردم، ولی دلیلی داره. بلکه شما در اصل اگه بخواید هزینه تغییر رو به حداقل برسونید و به خصوص که پشت سر حرکات‌هایی که بر مبنای انتقام‌جویی و کشت و کشتار پایه‌ریزی بشه، اغلب نتیجه دموکراتیک از تهش در نمیاد. یه حکومت دیکتاتوری رو با یه حکومت دیکتاتوری دیگر جایگزین می‌کنید، به خصوص اگه جنبه‌های نیروهای مسلح بخواد بیاد تو کار. هیچ وقت دیگه به اون نتیجه دلخواه و این حرکات نمیرسه. و خیلی جاها دیدیم که در بسیاری از کشورهایی که حکومت‌های بسیار سختگیر و سرسختی بودن، راه رسیدن به نتیجهشون از راه خشونت‌آمیز نبوده. در پایان جنگ سرد در خیلی از کشورها که همچنان حکومت‌های کمونیستی تو اون کشورها بودن، نمونهش لهستان و حرکت لخوالسا در اونجا، نه با تیراندازی نه با کشتار این و اون سرباز به اصطلاح اون حکومت کمونیستی بود که به نتیجه رسیدن. آفریقای جنوبیش هم همینطور. خیلی کم ما دیدیم که در اونجا خشونت ابزار کار باشه، بلکه بیشتر مذاکره بود، البته با پشتیبانی جهانی. و حتی در زمانی که امپراتوری شوروی در خود شوروی فروپاشی کرد، در زمان گورباچف، موقعی که آقای یلتسین رفته بود جلوی مجلس یا دوما در مسکو صحبت میکرد، ارتش سرخ همراهی کرد، مقابله نکرد. ولی اگه شما بهانه ستیز رو بدید و با انتقام بخواید برخورد بکنید، خب اینها میگن ما هیچ راهی نداریم از خودمون حفاظت بکنیم، مجبور شیم در مقابل مردم بار دیگه قرار بگیریم. تمام اینا باعث میشه باز دوباره که هزینه تغییر برای مردم بره بالا. خب از ابتدای جمهوری اسلامی هر زمانی که اعتراضی رخ داد همیشه منتسب کردند به کشورهای خارجی. آقای خامنه‌ای، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم مدام تکرار بکنه دشمن دشمن. در اعتراضهای اخیرم باز دوباره این بحث رو مطرح کردند، به ویژه بر روی حاکمیت ملی و تمامیت ارضی تاکید داشتند. پاسخ شما به این استدلال جمهوری اسلامی چیه؟ مردم ایران بهترین جواب دادن بهش، گفتن بی خود میگن امریکاست، دشمن ما همینجاست.
معلومه که جمهوری اسلامی یا دشمن تراشی میکنه و میخواد گردن دیگران بندازه، ولی مردم در این مورد به هیچ عنوان هیچ نیستن. بنابراین اصلا مبدانی که رژیم چی میگه نگذاریم، مردم بذاریم رو عقل سلیم و هوشمندی نسل به خصوص امروز مملکت، نسلی که 40 سالی نظام به بازی گرفتهشون، بهشون دروغ گفته، سعی کرده مغزشویی بکنه. ولی ما امروز ببینیم که واقعا اون چیزی که تا حدی که من میبینم و میشنوم و مدام این اطلاعات به دستم میرسه، یه نسلی است که اصلا دیگه بازی‌ها رو باور نداره و تحت شعاع این حرفا و این شعارها قرار نمیگیره. حالا رژیم هر چی میخواد بگه، ولی جامعه ما کاملا میدونه در چه جهتی میخواد بگه و فکر نمیکنم که دیگه این شعارها یا دروغ پردازی‌های رژیم درشون بنظری که قبلا ممکنه می‌داشته دیگه داشته باشه اون اثر. در ائتلافی که در ماه‌های اخیر شکل گرفته بین مخالفان جمهوری اسلامی، طیف به نسبت وسیعی وجود داره. آیا تفاهمی شکل گرفته برای اینکه برخی از این نیروها بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی بر اون اصول پایبند بمونن؟ به ویژه مثلا یک مسئله مهمی که خیلی از کنشگرها بر روی اون تاکید داشتن، مسئله تمامیت ارضی. خب یک پارچه بیش و یک امری است که فکر کنم تمام کسانی که خودشون قبل از هر چیزی ایرانی میدانند، یک سرزمین مشترک برای همه است، با وجود تمام به اصطلاح تنوع قومی یا زبانی یا مذهبی یا دیگری در اون کشور داشته باشیم، در تنوع سیاسیش، در تمام زمایدش، ولی بچه اشتراک ما شهروندان یک سرزمین بودن هستش. از این لحاظ فکر نمی کنم که هر ایرانی که قبل از هر چیز خودشو ایرانی بدونه اصلا بخواد خارج از این تصور باشه که ما در یه مملکت یک پارچه با هم داریم همزیستی میتونیم داشته باشیم. قبل از انقلاب اصلا مملکت ما وضعش همین بود. در آینده هم حتی میتونیم خیلی محکمتر این رو جا بندازیم، با البته درک و احترام به تنوع خواسته ها و عقاید، ولی این دلیل بر این نمیشه که نتونیم با هم زیر یک پرچم و زیر در قالب یک کشور زندگی بکنیم. اتفاقا عاملی که باعث شده که این همه شکافا به وجود بیاد در جامعه که قبلا نداشته، اتفاقا همین رژیم بوده. در نبود این رژیم همه میتونن راه برگشت به اون شرایطی که همه با هم یه همزیستی مسالمت‌آمیز داشته ایم در آینده باز دوباره داشته باشیم. حالا اگر که در این رنگین کمان سیاسی یک گروهی بود که بر اساس تاکتیک وارد ائتلاف شده بود و در فردای سرنگونی مخالفت کرد یا خواسته های دیگری داشت درباره تمامیت ارضی، اون موقع چه باید کرد؟ ببینید، اگر ما قبول داشته باشیم که تنها مکانیزم تعیین کننده و یا تصمیم گیرنده از جانب مردم همانا مجلس مؤسسان است که به رأی آزاد مردم نمایندگان منتخبشون تو مجلس به این مسائل بپردازن، اگر روند و روش دموکراتیک رو برای نتیجه گیری و وزنکشی نهایی قبول داشته باشیم به عنوان یک تئوری حاکمیت و احترام به نتیجه اون آرا در این قالب دموکراتیک باشه، خب بذارید اون تعیین کننده باشه. اگه سر اون توافق هست، مشکل حله. در سال 1358 یک همه‌پرسی در ایران برگزار شد که بین جمهوری اسلامی و حکومت شاهنشاهی قرار بود که انتخاب انجام بشه. آنچه که در اون موقع اتفاق افتاد به گفته ناظران این بود که مردم بدون اینکه بدونن دارن به چی رأی میدن و محتوای این نظام چه هست رأی دادن. حالا آنچه که از صندوق‌ها بیرون آمد یا واقعیت، و در مورد اون بحث جداگانه‌ای است که در مورد اون صحبت نمی‌کنیم. اما چه باید کرد که در همه‌پرسی بعدی مردم بدونن که به چه محتوایی دارن رأی میدن، فقط به نوع حکومت رأی ندن؟ این دقیقاً چیزی است که مجلس مؤسسان به دقت بایستی مدل‌های ممکن رو در قالب یک قانون اساسی که شاید 90% محتواش همون باشه، ولی به خاطر یک مقدار تغییراتی از نظر شکل نهایی نظام یه مقدار تغییراتی داشته باشه، ولی کلیتش بیشتر یکیه. اون رو به پیشنهاد میذاره که مردم بر اساس تمام داده‌های ممکن بر اون مبنا آگاهانه با شناختن تمام امکانات در قالب یک نتیجه دموکراتیک بدون رأی نهاییش رو صادر بکنن. نه که میگیم اول شکل نظام رو تعیین کنیم بعد بریم قانونش رو بنویسیم. این دقیقاً کاریه که جمهوری اسلامی کرد. تازه اون موقع در عمله عام کمیته انقلاب یه کلاشنیکوف به دست واشده بودن بالاشتر یه بشکی در روز روشن که رأی سفید به سبز یا قرمز بندازن تو بشکه. آخه چرا رفراندومیه؟ اونم با ندونستن نتیجه.
حرفتون کاملا قبول و به همین دلیله که همون بحث رو ما مدام انجام میدیم. من به سهم خود بارها و بارها این رو در انواع اقسام سخنرانی‌ها و محاسبات گفتم این موضوع نیست که مثل قدیم نسل انقلابی بگه فعلا شاه بره بعد ببینیم چی میشه. خب نتیجهش رو دیدیم. الان ما نباید بگیم که رژیم فعلا بره بعد ببینیم چی میشه، نه، بس بگیم جاش چی بیاد، چه جوری بیاد، چرا بیاد و دقیقاً درک بکنید در واقع بشو بر اساس اون رو وقت تصمیم نگیرید. یعنی در واقع در این مجلس مؤسسان دو گروه خواهند بود که یک گروه مثلا قانون اساسی پادشاهی مشروطه رو ارائه بدن، یک گروه قانون اساسی مثلا فرضاً جمهوری رو ارائه بدن و بعد مردم بین این دو تا قانون اساسی مطالعه کنن و رأی بدن. به شکل نهایی که نظام دموکراتیک میتونه داشته باشه، فکر کنم تفاوت بین اشکال انقدر اساس قانون اساسی و مبانیش رو تغییر نمیده. تغییرات جزئی خواهد بود. همچین هنگفتی است که انگار ما یه مرتبه داریم اصلا راجع به دو فلسفه کاملا متفاوت حرف میزنیم. مبنای قانون اساسی به اعتقاد من خوبه که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر مبتنی باشه، چون خیلی از خواسته های اجتماعی، سیاسی، مدنی مردم در اون کاملا تعریف شده و تضمین شده و یک اصول جهان شموله، فقط مختص ایران نیست، ولی در ایران هم میتونه به اجرا گذاشته بشه. حال در این که میزان تمرکز، عدم تمرکز قدرت به چه شکلی باشه جزء بحثایی است که در اونجا اختلاف سلیقه و نظر در این اپوزیسیون سکولار دموکراتیک در مجموعه گستردهش مطمئنا هست. همه که عیناً همون سیستم و بعد فرمول قبول ندارن. به همین دلیل هست که این نوع بحث‌ها و این نوع پیشنهادات رو بسی نه تنها مجلس مؤسسان بهش بپردازه، ولی بتونه ارائه بده که لااقل شما بتونید بین گزینه‌های مختلف در قالب دموکراتیکش انتخاب نهایی خودتون رو بکنید. اونجاست که با علم کامل به تمام فرمول‌های ممکن میتونن همیهنانمون بالاخره تصمیم نهاییش رو بگیرن که بالاخره ما به جمهوری می‌خوایم رأی بدیم یا به پادشاهی پارلمانی می‌خوایم رأی بدیم یا گزینه‌های دیگری که ممکنه مطرح بشه. شاهزاده، شما گفتید که جمهوری رو ترجیح میدید، شکل حکومت جمهوری رو ترجیح میدید و گفتید که اگر مردم پادشاهی مشروطه رو انتخاب بکنن اون موقع نوعی سلطنت انتخابی رو ترجیح میدید. این سلطنت انتخابی یعنی چی شاهزاده؟ کجا مصداقش وجود داره؟ دقیقاً چون مصداقی نداره، زمان کوروش کبیر هم میتونیم بگین که وقتی که کوروش اون کار انجام داد سابقه نداشته، یه کار جدیدی بود در زمان خودش. من به این مبنا میگم که جمهوریت اگه اساس باشه، اول ببینیم که آیا ما میتوانیم در قالب نظام دموکراتیک در فرم جمهوریش که در واقع یعنی نیازی به یک سرپوش بالاتر و فرامسلکی نداشته باشیم برای حفظ تعادل بیشتر، آیا همچنان لازم داریم یا نه؟ اگه لازم داریم همچنان، که از دیدگاه کسانی که طرفدار نظام پادشاهی هستن، اون موقع میگم که ما چرا نتونیم یک وضعیت رو ایجاد بکنیم که مبنای مشروعیتش واقعا یه مریتوکراتیک باشه و یه نوع گزینشی در کار باشه تا اینکه فقط انتقال این مقام بر مبنای موروثی بودنش جا بیفته. این فکر میکنم این چیزیست که برای من لااقل بغرنج بوده درکش در قالب تفکر دموکراتیک و میشه راهی پیدا کرد که پر شدن اون به اصطلاح تخت توسط یک پادشاه یا یک ملکه میتونه یک پروسس گزینشی داشته باشه. شما میتونید یه مهستانی رو داشته باشید که هر موقع که لازم شد فردی رو به این مورد پیشنهاد بدید، نه که طرف بیاد کمپین بکنه. اون انتخابات حکومتی است. این نماد یه نماد سمبولیکه، نمادی است که قرار کار اجرایی بکنه، بلکه بنابراین نحوه گزینشش فرق داره تا یک کسی بره کاندید بشه برای انتخابات، برای رقابت بکنه با یک کاندید دیگه. ولی میتونه کسانی باشن که واجد شرایط هستن در این نقش و این افراد رو پیشنهاد بده اون مهستان، طرف مقابل هم بپذیره این نقش رو داوطلبانه و بر مبنای اون در یک دوران زمانی مشخص بیاد و برای اون مدت این رو بتونه ایفا بکنه. اما فلسفه است، ولی یک مبنای اون وقت گزینشی و دموکراتیک داره از دید من تا یه مبنای موروثی و ادعا به یک پوزیشن حکومتی دولتی یا به هر حال در اون قالب، ولی ادعا فقط مبنای به ارث بردن اپوزیسیون باشه. در کشور سوئد مثلا پادشاهی موروثی است، ولی میدونید که یکی از دموکرات‌ترین کشورهای جهانه. یعنی در واقع موروثی بودن سلطنت تضادی با دموکراتیک بودن حکومت نداره. خب برای که چیزی که جا افتاده است، ولی الان شما ببینید 40 سال از این قضیه گذشته، یه نقطه قطعی پیدا شده
ما الان داریم میگیم که میخوایم یه نگاه به جلو داشته باشیم یا میخوایم برگردیم به یه چیزی که مدت‌هاست قطع شده و دوباره میخوایم احیاش بکنیم. اینم میتونه یه بحث متقابل باشه. گیرم که بعضیا میگن که نه، خب کشورهایی که دارای پادشاهی موروثی هستن اتفاقا خیلی کشورهای دموکراتیک هستن و فلان هستن، ولی خیلی جمهوری‌ها نیستن. گفتم بستگی داره شما پرتغال رو با پرتغال مقایسه میکنین یا پرتغال رو با سیب. خب بله، خیلی پادشاهی هستن که دموکراتیک نیستن، این دلیل میشه که جمهوری بهتره. خیلی جمهوری هستن که بهتر هستن، دلیل میشه که پادشاهی بده. قضیه اینه که چی رو با چی میخوایم مقایسه بکنیم. و نهایتاً به هر حال اگه مسئله برای کشور ما، برای فرهنگش، برای تمام دلایلش ممکنه این بحث رو بشه به شکل معقول مطرح کرد که شاید داشتن چنین سوپاپ اطمینان فرامسلکی، البته به شرطی که صرفا نقش نهادین باشه و نه اجرایی، ممکنه مملکت همچنان لازم باشه. من منکر این اصل نیستم و اینو واگذار میکنیم دقیقاً به اینکه اون مجلس تعیین میکنه و مردم تعیین میکنن در اکثریت. من فقط نظر شخصی خودم رو بیان کردم، ولی انتخاب مردم نهایتا. سوریه، چین، روسیه و ونزوئلا کشورهایی هستند که همپیمان جمهوری اسلامی هستند. در فردای سرنگونی حکومت ایران چه روابطی با اینا خواهد داشت؟ ببینید، شما اگه بخواید یه قرارداد منصفانه داشته باشه، واسه یه طرفه نباشه دیگه، ابتدا به ساکن. ضعف جمهوری اسلامی باعث شد که ما خیلی از منافع ملی خودمون زیر پا گذاشته بشه در هر نوع قراردادی که بسته شده، بخواد خزر باشه، بخواد خلیج فارس باشه، و این چیزی که واقعا مردم رو به خشم آورده که واقعا معادلات منصفانه، غیر منصفانه و یه طرفه بود. حال اگه ما در آینده با هر کشوری در جهان که سر عناد نداریم و بخوایم باهاشون یه رابطه تجاری داشته باشیم یا منافع مشترکی رو جستجو بکنیم، خب واقعا باز منافع طرفین باشه، ولی چیزی که بر علیه منافع ملی کشور ما نباشه رو جستجو بکنیم. یعنی شرط هر نوع قرارداد یا معامله زمانی است که منافع کشور ما هم تامین بشه و با درک این که خب طرف مقابل هم به همون اندازه جویای منافع خودش هست. اگه بشه یک جایی منافع مشترک رو حفظ، خب میشه مبنای همکاری و یا یک قرارداد. الان چه باید کرد برای اینکه مثلا چین رو مجاب کنیم که دست از حمایت جمهوری اسلامی برداره؟ خب وقتی که ببینن که مردم ایران دارن میرسن به سرحد موفقیت و حال مسئله بقای عمر نظام تقریبا به پایانش رسیده، خب مسلما شروع میکنن به پیش‌بینی که بعد از این چه باید بکنن. اتفاقا همین مسئله رو ما مطرح میکنیم با کشورهای غربی. بهشون میگیم اصلا غیر مسئولانه است از شما که این فرض رو نکنید که این نظام ممکنه نباشه، پس راجع به آیندهش نبایستی فکری از حالا بکنید. واقعا پیش‌بینیش از حالا باید بکنه. حالا با کار نداریم دنیا عقب میمونه از این قضیه، ما واسه خودمون، ما که میگم ما مردم ایران هست، ما باید میدونیم که کجاست که واسه به کدوم جهت بریم و بعد اون کسانی که درک میکنن که ذی‌نفع خواهند بود در موفقیت مردم ایران در خلاص شدن از این حکومت، برای که در ماورای این حکومت ما بتونیم برگردیم به چرخه ترقی، مدرنیته، پیشرفت و تمام ارزش‌های انسانی و دموکراتیکی که یه بلوکی از این دنیا به هر حال بر پایه اون ساخته شده و ریخته شده، همپیمانای طبیعی ما هستن در این راستا. جریانات دیگر هم به هر حال برای واقعیت جدید خواهند دونست که دیگه ایران نه موقعیت ضعیف کشی براشون فراهم میکنه تحت حکومت فاسد و ضعیف، و از طرف دیگه میدن نه با یک کشوری سر کار دارن که ما دنبال روابط حسنه هستیم ولی نمیذاریم کسی منافع ما رو زیر پا بگذاره و به شکلی یه طرفه با ما رفتار بکنه. شاهزاده، شما همیشه از حکومت سکولار دموکراتیک صحبت کردید و همچنین گفتید که قانون اساسی مشروطه میراثی ملی است. در همون قانون اساسی مشروطه پادشاه دارا و مروج شیعه اثناعشریه. در همون قانون اساسی مشروطه ولیعهد از بین اعقاب ذکور پادشاه باید انتخاب بشه یا بحث 5 مجتهد و فقیه هست برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای ملی. این تضاد رو چطور میشه تعریف کرد؟ خب بله، وقتی که شما راجع به قانون اساسی صحبت میکنید که بیش از یک قرن پیش نوشته شد، خب معلومه که در فاصله این قرن خیلی اتفاقات و خیلی تغییرات بوده. شما اون موقع میخواستید اصلا راجع به مذهب یک پوزیشنی بگیرید، اصلا کنفیکون میشد. اصلا موقع نگارش قانون اساسی اون داستان 5 مجتهد نبود، ولی وقتی که مشروع خواهان خواستن مجلس رو به توپ ببندن،
اون موقع یه آوانتاژی داده شده بود به روحانیت که پشت به انقلاب مشروطه نکنن، ولی در مقابلش این مسئله قوانین شرعی رو نظارت روش داشتن و داشته باشن. از همون اول به نظر من یکی از خشتا کج گذاشته شد. امروز که نشستیم اینجا با گذر بیش از یک قرن و با تجربه‌ای که با خود این حکومت مذهبی داشتیم، مسئله سکولاریسم، یعنی اصلا جدایی دین از حکومت به عنوان پیش شرط برای دموکراسی کاملا جا افتاده. حتی آقای مثلا به عنوان مثال بزنم مولوی عبدالحمید که یک شخصیت روحانی عهد تسنن هستش که اون نیز به سهم خودش، یا آیت الله بروجردی که سالها تو زندان بوده و حتی به قول معروف بدترین رفتارها رو باهاش کردن، شکنجهش کردن، و اون نیز از اول میگفتش که ما بایستی دنبال یک فرمول سکولار باشیم برای مملکت، تمام ادیان باید آزاد باشن، هیچ مذهبی نمیتونه مهمتر یا تقدم به دیگران داشته باشه. امروز فکر کنم جامعه ایران کاملا این رو درک کرده و پذیرفته، و حتی به خصوص که اگر بگیم که سکولار بودن به مفهوم ضد دین بودن نیست، یه بحثی بود که اتفاق خود رژیم می‌خواست بر علیه طرفداران نظام سکولار دموکراتیک این بحث رو را بندازه که مواظب باشید دینتون در خطر خواهد بود، چه خواهد بود و چه نخواهد بود. الان دیگه کاملا مشهوده برای نسل امروزی. بنابراین در نظر بگیرید که امروز به همین دلیل میگم که بازگشت به قانون اساسی 1906 در به عنوان یک قانونی که میشه همچنان دوباره احیا کرد، پاسخگوی نیازمندی‌ها و واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی امروز ایران نمیتونه باشه. خیلی تغییر پیدا کرده. بنابراین بایستی یک قانون اساسی بروز داشته باشیم، قانون اساسی که بر اساس واقعیت امروزی جهان و وضعیت ایران هستش، و اونم باز میگم نمایندگان منتخب مردم در قرن 21 با نمایندگان منتخب مردم در اوایل قرن 20 قطعا یک تفاوت عقیده فاحشی خواهند داشت راجع به این مسئله. پس بگذارید که نمایندگان امروز مردم ایران بیان راجع به این آینده تصمیم میگیرن تو همون مجلس مؤسسان. حالا بخوان از اون قانون اقتباس تا حدی بکنن یا هیچیشو نکنن یا همش رو بکنن، باز میگم اون دیگه تصمیم بر اون مجلس هست. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته میلیاردها دلار در فناوری هسته‌ای یا صنعت موشکی، صنایع نظامی سرمایه گذاری کرده. بخشی از این سرمایه هم به شکل دانش و نرم افزار هست. نگاه شما به این سرمایه گذاری ها و این چیزی که به هر حال سرمایه ملی هست چی هست شاهزاده؟ خب شما میتونید یک استفاده یه بهینه از یک در واقع تکنولوژی بکنید، یا میتونید استفاده بسیار منفی ازش بکنید. اتفاقا در همون زمانی که اصلا منهتن پراجکت رو دنبال میکردن در امریکا در ساخت بمب‌های هیدروژنی اتمی، بحث دقیقاً این بود که آیا این تکنولوژی یا این تئوری رو به مصرف صلح‌آمیز بخواید استفاده بکنین، مثلا در راکتورهای برای تولید انرژی، یا دنبال ساختن به اصطلاح اسلحه کشتار جمعی ممکنه به اون سمت برید. و خب خاصیت و هویت نظام هاست که بحث خطر رو پیش میکشه. میگم خود اون هفتیر که خطرناک نیست، اون انگشت رو ماشه است که خب از شهرک موشکی سپاه پاسداران چه استفاده ای میشه کرد؟ خب میشه به اون تکنولوژی رو به مصرف دیگری رسون اگه صحبت تکنولوژیشه. ولی ما چرا بریم دنبال اسلحه سازی وقتی می‌خوایم عوضش بریم دنبال انرژی های قابل بازتوزیع، انرژی خورشیدی، انرژی به اصطلاح نمیدونم باد هست. این نوع تکنولوژی ها که فقط مصارف صرفاً برای اون نداره، میتونه اپلیکیشن های دیگه داشته باشه. شما میتونید راکتورهای اتمی داشته باشین ولی به جنبه بهداشتیش یا تو دانشگاه ها برای هر نوع فرض می‌فرمایید تحقیق و اکتشاف، این بحث رو شما میتونید به هر جهت که میخواین ببرید. استفاده درست از یک تکنولوژی میتونه نتایج مثبت داشته باشه، استفاده غلطش در جهت تعارض و ستیز و اسلحه سازی یه بحث دیگه است. میتونه همون تکنولوژی باشه، مثلا اپلیکیشنش نهایتا. شاهزاده، شما در دانشگاه جورج تاون از بیانیه میرحسین موسوی حمایت کرد. تا به امروز چقدر موفق بودید در استکاک زدایی از طیف هوادارانتون و نیروهایی که موسوم به اصلاح طلب هستند یا طیف جمهوری خواهان؟ خب
ببینید اصلاح طلب بودن با از اصلاحات خروج کردن دو تا بحث مختلفه. امروز اگه اون قشر که تا دیروز همچنان باورمند بودن که راهکار اصلاحاته، ولی امروز دیگر به این مسئله باور ندارن و میگن ما بایستی از این قانون گذار بکنیم، یعنی در اصل از خود این نظام گذار بکنیم، خب راهشون به سمت ما داره یکی تر میشه. یعنی در واقع داریم در همون جهت الان راه مشترک پیدا میکنیم که تا دیروز نداشتیم. تا دیروز اینا در مقابل ما وایساده بودن، ولی امروز میتونن به ما ملحق باشن. کسانی که از اول گفتیم حکومت مذهبی علاج کشور نیست، قانون اساسی نظام اصلا حتی فرصتی که بخواد قانونا تغییرش بدین رو فراهم نمیکنه. بنابراین اصلا جستجوی یک راه حل در قالب این نظام بیفایده است و اتلاف بعد. حالا که دارن کم کم به سمپیان در رو بهشون باز نذاریم، در روشون ببندیم، این منطقش، یا میخوایم حد اکثر ریزش ممکن از نظام و حد اکثر ائتلاف ممکن بین نیروهای دموکراسی خواه به وجود بیاریم. منطق برای این مبناست. بنابراین نمیدونم استکاکی که شما میگین در کجا ممکنه باشه. مثلا این برخوردی که در برخی از تجمع‌ها یا در شبکه‌های اجتماعی ممکنه وجود داشته باشه. خب دقت بکنید که نصف این فضایی که آلوده میکنه و همه رو به جون هم میندازه، مقدار زیادش کار سایبری هاست، کاری که خود نظام انجام میده. خیلی ها رو به ظاهر طرفدار من یا دیگران میندازن وسط، ولی در عمل اینا رو شروع میکنن به جون هم انداختن و اصلا فضا رو میخوان به قول معروف به هم بریزن. این بازی دیگه ماها یاد گرفتیم، خیلی از ماها، که فوری اکشن نشوندن بگه این به کی فحش داده، این به کی بد گفته، این به کی توهین کرده و از این قبیل کارا. در آن واحد البته میگوییم که این نوع رفتار از طرف هر جریانی که باشه نسبت به هر جریان دیگری که مبداش توهین و فحاشی و برخورد زننده باشه، اصلا با اصول اخلاقی که ما روش پایه‌ریزی داریم میکنیم نه تنها نمیخوره، بلکه واقعا اینا رو بایستی خط قرمز مشخصی روشون کشید. حالا طرفدار هر جریانی که میخوان باشن، چپ راست و میانه، این نوع برخورد سزاوار یک مملکتی که بخواد در جهت یک پلورالیسم سیاسی و احترام به عقیده متقابل یه مبنای کار مشترک برای نجات کشور داره، زمانی که هممون یه پروژه ملی قبل از هر چیزی داریم، اینو برخوردار نه تنها کمک نمیکنه بلکه ضرر میزنه. این رفتار رو بایستی محکوم کرد و مجددا تاکید کرد که مبنای همکاری برای کسانی که میخوان جزئی از راه حل باشن اینه که با هم کار بکنن و با صمیمیت برن جلو و از طرف جریانات خودشون با جایی که میدونیم اختلاف عقیده سیاسی ممکنه باشه، این مفهومی نیست که باز به جون هم بیفتیم. برعکس این دقیقاً چیزی که رژیم میخواد. دقیقاً رژیم میخواد که همه به جون هم بیفتن. ما نباید بگذاریم این اتفاق بیفته و این یک دیسیپلین عملکرد افراد هست، چه در قالب سازمان یا حتی به عنوان افراد مستقل. یه فرهنگ جدید سیاسی رو باید به خودمون ایجاد بکنیم که شما به فرض اگه مخالف شدید نظر من هستین و حتی رقابت دارین میکنین، به مفهوم دشمنی نیست. رقابت دشمنی نیست. ما هنوز تو فرهنگی هستیم که فکر کنیم هر کی با ما مخالف باشه الزاما دشمن منه. نه، اینطور نیست. و تا زمانی که ما این فرهنگ رو جا اندازی نکنیم، خب این رفتارها هم بیشتر آسیب خواهند زد به حرکت، تا اینکه کم کم واقعا بیرنگ بشن و بی اثر. شما همیشه بر همگرایی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی تاکید داشتید. حضور برخی از چهره‌های جنجالی در برخی از تجمع‌ها، کسانی که گفته میشه طرفدار شما هستند، گفتگوهای داغی رو ایجاد کرده درباره اینکه خب حضور این افراد چقدر میتونه در همگرایی مورد نظر شما حالا یا کمک بکنه یا ضرر بزنه. من اول یه سوالی از شما بپرسم. اگه کسی بگه من طرفدار فلانی هستم، یعنی شما چه انتظاری از اون فرد خواهید داشت؟ که به آنچه که من میگم معتقد باشه، رفتارش هم نشون بده نفت. و غیر از این میتونه باشه. خیلی ها میتونن ادعا بکنن که من طرفدار فلان کس هستم، ولی در عمل رفتارشون، تفکرشون اصلا هیچ شباهتی با آنچه که واقعا شما میگویید و دارید نداشته باشه. خب خیلی ها به عنوان طرفدار نما میان جلو، ولی طرفدار واقعی نیستن، چون اگر بودن اون نوع رفتارها و اون نوع حرفا رو نمیزدن. اگه واقعا باور دارن به حرف، اینو لااقل فکر کنم عقل سلیم حکم میکنه که این تشخیص رو افرادی که این مسئله رو مطرح میکنن بین طرفدار واقعی و طرفدار نما بگذارن. و اگر این افراد از چهره‌های جنجالی پیش از انقلاب 57 باشن چطور؟
اون دیگه مسئله قضاوت اخلاقی است که افراد راجع به هر کسی ممکنه داشته باشن. ما که نشستیم اینجا وزن کشی بکنیم که ببینیم کی اصلا اعتبار داره یا کی نداره، کی منفوره کی نیست. اصلا وارد قضاوت اخلاقی نمیشم در این مرحله. داروغ شر هم نیستم که بخوام برای کسی تعیین تکلیف بکنم یا مبصر کراش باشم که کی فحش میده کی نمیده. سانسور که نمیشه کرد. عقیده و آزادی بیان این وسط چی میشه؟ ولی این فرهنگ رو دارم صحبتشو میکنم و تفاوت به درک اونجایی که داریم صحبت از این میکنیم که اصولاً تشخیص جامعه آخر سر بر چه مبنایی خواهد بود. ما که نمیتونیم برای هیچ کسی تعیین تکلیف بکنیم که چجوری فکر کنه چجوری تصمیم بگیره. چون که منافات خواهد داشت اون وقت با یه فرهنگ دموکراتیک و آزادی بیان یا تفکر. شاهزاده، ما هر روز در رادیو فردا پیام‌های زیادی رو از ایران دریافت می‌کنیم از جوانانی که بسیار ابراز ناامیدی می‌کنند. به تازگی یک قایقی در آب‌های ایتالیا واژگون شد که حامل پناهجوها بود که بخش زیادشون ایرانی بودند. یا بر اساس آمار جدید اتحادیه اروپا شمار پناهجوهای ایرانی بسیار زیاد شده به شدت. چطور میشه به این جوان‌ها امید داد؟ خب واقعی میشه امید داد که بدونن که واقعا کسانی که از حتی درون زندان‌ها دارن برای آزادی مملکت تلاش میکنن و وا ندادن و محکم سر جاشون وایسادن، در جایی که میبینن که دنیا کم کم توجهش بیشتر داره به سمت مردم ایران و خواسته‌هاشون جلب میشه، وقتی میبینن که بر اساس قتل مهسا کل دنیا تکون خورد و از 4 گوشه جهان در حمایت از این کمپین و زنان ایران، کل دنیا از هالیوودش بگیرید تا چهره‌های ورزشیش بگیرید و حتی بسیاری از سیاسیون موضع گرفتن، این باعثی علامت امیدوار کننده‌ای باشه تا یأس. و دقیقاً بدونید که یکی از بازی‌های کلاسیک حکومت‌های سرکوبگر و توتالیتر سعی در شکوندن روحیه افراد هستش. این همیشه بوده و تنها راهی که میشه باش مقابله کرد هستش که امید رو از دست نداد، اعتقاد داشت به آینده بهتر و احساس نکرد که تنها هستین در این مبارزه. میلیون ها ایرانی در حال این مبارزه هستن در 4 گوشه مملکت و در سرتاسر جهان. این یه عامل اتفاقا امیدوار کننده باشه، به خصوص وقتی که بدونن که تمام این چیزها که میخوایم بهش دسترسی پیدا بکنیم براش برنامه هست، براش فکر هست، مدیریت سالم هست، افراد متخصص هستن هم در درون هم در خارج که آنن در فردای نظام میتونن اصلا به کلی جریان رو برگردونن باز رو غلطک ترقی و پیشرفت و صعود تا این حالت همینطور بیشتر فرو رفتنی که این نظام باعث شده. اینم شعار نیست، این واقعیته. اغلب نیرو هم تو مملکت الان هستن ولی هیچ وقت این نظام اینا رو به بازی نگرفته، بلکه منافع ملی اصلا هدف خمینی و تمام اساس حکومتیش نبود و همش مسئله منفعت سیستم بود و اصلا ایده این که ایران رو به عنوان یک پایه پرتاب بکنن برای صدور انقلاب در سرتاسر دنیا. اگه میخواستن به وضع مردم برسن که ما الان دوچار این همه گرفتاری و بحران آب و نرسیدن به فضای حیات وحش و زیستبوممون و خیلی مسائل دیگر که نبودیم که اینا که همه دیگه میدونن. ولی خب اتفاقا این همه ما متخصص داریم که آنان میتونن این مسائل، یعنی مردم تنها نیستن، ابزار کار رو داریم، تمام امکانات طبیعی رو داریم، صنعت گردشگری خودش اصلا نفت و گاز هم فراموش کنید حتی ما بخوایم صادر بکنیم کلی واسه خودش میتونه درآمد و اشتغال ایجاد بکنه. تمام این پتانسیل ها رو تو مملکت ما داریم، بنابراین من دلیلی برای یأس نمیبینم. البته مردم تحت فشارن، البته کلی سختی میکشن، وضع اقتصادی که واویلا، خب بله مردم در وضعیت بسیار بدی به سر میبرن، وضعیت بسیار بانک، ولی اتفاقا باعثی بیشتر ما رو به این عزم برسونه که زودتر بیام از شر این نظام خلاص بشیم و به دنیا بگیم آقا به نفع خودتون هست امروز که بگذارین ما از این وضع نجات پیدا بکنیم، برای که هم به نفع ما خواهد بود هم به نفع خودتون. ماه گذشته ما با شهبانو فرح پهلوی مادر شما گفتگویی داشتیم و من این سوال رو از ایشون هم پرسیدم، میخوام از شما هم بپرسم. خیلی از کسانی که در خیابان‌ها هستند دهه 80 ها هستند. چه ارتباطی بین این دهه 80 ها و آنچه که اونها دارن امروز انجام میدن و آن چیزی که پیش از انقلاب 57 رخ داد وجود داره؟ اتفاقا می‌بینید که این نسل از همه بیشتر کنجکاو جستجو میکنه، تحقیق میکنه تا بره ببینه واقعا چه اتفاقی تو مملکت افتاد در این مدت. همون جوانایی که برمیگردن به نسل 57 میگن که شما چطور بود که ما رو به این روز انداختین؟
ولی به غیر از یک پرخاش و یک اعتراض، ولی میرن بررسی میکنن، تحقیق میکنن. میزان آگاهی و دانشی که نسل امروزی داره از بسیار چیزها بسیار فراتر از دانش و آگاهی است بود که اون نسل زمان انقلاب داشت. و این در نتیجه دقیقاً آن چیزی است که مدت‌ها دیدن چقدر به ما دروغ‌هایی میگفتن، چقدر به ما شستشوی مغزی دادن، چه چیزایی تو کتاب‌های درسی به ما می‌خواستن یاد بدن، ولی هیچ کدوم اینا دیگه اینا رو باور ندارن، میرن تحقیقات خودشون رو میکنن. و از این لحاظ هستش که امروز به روز هستن، میدونن به کجا میخوان برن و دیگه اغفال نمیشن. شاهزاده، شما به همراه خانواده‌تون در آمریکا زندگی آرومی دارید، زندگی بی‌دغدغه‌ای دارید. از طرف دیگه به خاطر جایگاهتون دیدید که بر سر محمد رضا شاه پهلوی پدرتون چه آمد. در تاریخ خوندیم که بر سر رضا شاه پهلوی پدر بزرگ شما چه آمد. انگیزه شما برای مبارزه چیه؟ چرا وارد مبارزه شدید و اون زندگی رو رها کردید؟ برای اینکه فکر کنم مردم ایران با اون تاریخ، با اون فرهنگ، با اون سنت، با این همه زیبایی که کشورمون داره مستحق و سزاوار آینده بهتری هستن. ما چرا بایستی وضعیتی داشته باشیم که یه زمانی بود که ایران رو واقعا در خیلی جاها با یک حالت دیگه نگاه میکردن. حالا جاش چیز شده که همه وقتی نمایندگان جمهوری اسلامی ظاهر میشن با یه نگاه منفی و یه حالتی که این کشور رژیم تروریست پرور ایجاد کرده اصلا چه برخوردی باهاش هست. یعنی در واقع شأن یه مملکت این وسط در کار هست، آبروی مملکت در این وسط در کار هست و عظمتی که اون تاریخ و اون فرهنگ برای مردم داشته. این رنسانس ایرانی و ایرانیت در مقابل اسلامیت که واقعا نتیجه کار و اقدام همین نظام بوده. ببینید الان کجا رسیده. از زمانی که از 3-4 سال پیش ملت رفتن جلوی مقبره کوروش در پاسارگاد و اصلا یک نوع رنسانس بوده. منتها همونجا بهشون گفتن مبادایی که فکر کنید جستجوی هویت ایرانیمون به قیمت ستیز با عرب‌ها یا با اسلام یا با هر چیزی از این قبیل باشه. ما لازم نداره با چیزی در عناد و ستیز باشیم برای درک هویت ملی خودمون. این رو هم این نسل فکر کنم بیشتر و بیشتر درک میکنه تا در مقایسه با قبل. اینا جزو چیزهای بسیار مهمی است و وقتی که من میدم این پتانسیل در مملکت هست، وقتی که میگم این درک هستش، وقتی که میدونم که این امیدی که همیشه در ذهن داشتن که اینطور نخواهد موند و یه روزی بالاخره این مملکت بیدار خواهد شد دوباره و راه خودش رو پیدا خواهد کرد. هزینه‌ای که تو این 43 سال پرداختم که میتونستم به قول شما برم دنبال کار زندگیم، الان داره بالاخره ثمره میده. الان این پتانسیل رو میبینم. نه که برای خودم چیزی بخوام که هرگز نخواستم و نخواهم خواست، ولی میبینم که این میارزید که این کار انجام بشه تا بالاخره برسیم به مرحله که الان این درک و آگاهی هستش. مملکت ما میتونه برگرده واقعا به یک زمانی که همون اعتباری که داشت کسب کرد در دنیا 100 مقابل بیشتر هم در آینده کسب کنه. اونم فقط به خاطری که خود این مردم امروز در خودشون این قابلیت و این توانایی رو میبینن و میتونن برگردن به جایی که واقعا اون به اصطلاح کرامت انسانی از بین رفته رو از نو پس بگیرن و بتونن نشون بدن که ما هم میتوانیم بهتر از خیلی ها همون آزادی و همین اصولی که دنیای آزاد داریم تو کشور خودمون پیاده کنیم به دست خودمون و به خواست خودمون. شاهزاده رضا پهلوی، سپاسگزارم از شما. سپاس از شما. بچه‌ها خیلی ممنون. خسته نباشید.